میگویند هیچ جا مثل خانه خود آدم نمی شود، اما نقاطی در دنیا هست که واقعا زیبایی شگفت انگیزی دارد و برای هر کسی خانه رویایی به شمار می آید. جاهایی هست که هوای عالی دارند، معماری چنان بدیع است که انگار از تابلوی نقاشی بیرون آمده و رفتار مردم هم آنچنان گرم و صمیمانه است که هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی. بهتر از آن است که واقعی به نظر بیاید. شماره 10. تاسیلاک گرینلند. تاسیلاک در گرینلند شرقی در کنار کوههای زیبا و پربرف و رودخانه‌ای که قطعات یخ بر آن شناورند قرار دارد. اینجا می توانید در انزوای با شکوه در یکی از خانه‌های دلانگیز شهر که رنگی روشن دارد زندگی کنید. همچنین می توانید با جهان بیرون هم در تماس باشید، چون اگرچه تاسیلاک تنها 2000 نفر جمعیت دارد، دسترسیش به ریکاویک، پایتخت ایسلند، خوب است و بنابراین کسانی که در اینجا زندگی می کنند بهترین های هر دو جهان را دارند. شماره 9. ایوار، فرانسه. روستای ایوار با ظاهری که انگار نقاشی شده در ساحل دریاچه ژنو در فرانسه نشسته است. با جمعیتی فقط 820 نفر. اینجا به سختی چند نفر را کنار هم می توانید پیدا کنید. این روستای ساکن که در سایه یک قلعه قرن 14 نشسته، با رنگ گل‌هایی که خیابان‌ها و خانه‌هایش را آراسته، احساسات آدمی را برمی‌انگیزد. این یک گنجینه قرون وسطایی دیگر است که آدم با لذت میتواند به آن خانه بگوید. شماره 8. گیدورن، هلند. یکی دیگر از زیباترین جاهای دنیا گیدورن است. قطعا در این شهر جادویی هلندی آرامش و سکوت را خواهید یافت، چون در هر حال هیچ خیابانی ندارد. تنها راه اینور و آن رفتن دوچرخه پیاده روی یا قایق سواری روی یکی از آبراهایی است که در این شهر کوچک جریان دارد. اگر می‌خواهید از سر و صدای شهر فرار کنید، گیدورن جای بی‌نقص، آرام و خوش‌منظره است. شماره 7. بایبری، انگلیس. تا حالا هیچ وقت شده رویای زندگی در یک منطقه روستایی انگلیس را داشته باشید که ظاهرش شبیه به قصه ها باشد؟ پس روستای بایبری که روزگاری توسط ویلیام موریس، شاعر و داستان نویس قرن 19، زیباترین روستای انگلیس خوانده شد. جایی است که می‌خواهید. این همان چیزی است که اغلب مردم از یک دهکده انگلیسی با راه‌های باریک و خانه‌های روستایی‌اش در ذهن دارند. بایبری به عنوان لوکیشن بسیاری از فیلم‌ها و شوهای تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته و گمان می‌رود آرلینگتون راو، یکی از خیابان‌های دهکده، یکی از آن خیابان‌هایی باشد که بیش از همه در بریتانیا از آن عکاسی شده است. بایبری سحر و جذابیت طبیعت انگلیس را در بهترین حالتش دارد. شماره 6. شیراکاوا، ژاپن. شیراکاوا که در سال 1995 به عنوان میراث جهانی یونسکو معرفی شد، در دره رود شوگاوا در منطقه دورافتاده و کوهستانی نشسته است و واقعاً لیاقت حضور در فهرست زیباترین نقاط دنیا را دارد. بخش حیرت انگیز شیراکاوا خانه‌های روستایی‌اش است که گاشتوزوروکی نام دارد. خانه‌هایی با سقف بلند و نوک‌تیز. دلیل این شکل سقف‌ها این است که بتواند وزن برف سنگین زمستانی را تحمل کند و آن موقع است که شهر واقعاً نمای شگفت انگیز پیدا می کند. شماره 5. سانتورینی، یونان. سانتورینی یک مجمع الجزایر یونانی است که در دریای اژه قرار دارد و یکی دیگر از زیباترین نقاط دنیا به شمار می رود. جزیره اصلی این مجموعه به نام تیرا با ساختمان‌های زیبای سفیدش به معنای کلمه نفس آدم را بند می آورد. علاوه بر این، سواحل رنگارنگ و شنیش باعث می شود که یک جزیره دنج و بی‌عیب و نقص برای زندگی داشته باشد. شماره 4. آلبروبلو، ایتالیا. آلبروبلو در جنوب ایتالیا جزو میراث جهانی یونسکو شده و واقعا هم جایی فوق‌العاده است. این شهر به دلیل خانه‌های کوچک، متمایز و سفیدش و سقف‌های مخروطی که ترولی نام دارد شهرت یافته است. در آلبروبلو کار زیادی نیست که انجام دهید. بنابراین اگر اهل شب بیرون رفتن هستید به دردتان نمی‌خورد. در مقابل اگر دنبال آرامش و خیال راحت هستید، این چیزی است که دنبالش می‌گردید و آلبروبلو یکی از زیباترین نقاط دنیا برای زندگی کردن می‌شود. شماره 3. ونگن، سوئیس. اگر ناحیه کوهستانی و هوای تازه به مزاجتان می‌سازد،
سخت است جایی بهتر از ونگن سوئیس را برای زندگی پیدا کنید. اینجا دنج و منزوی بودن فضا برای خیلی ها دلپذیر است، چون تنها راه دسترسی به این روستا از طریق قطار است. وقتی به آنجا رسیدید، در حالی که اطرافتان را مناظر حیرت انگیز کوهستانی گرفته، آخرین چیزی است که به ذهنتان میرسد احتمالاً رفتن از اینجاست. شماره 2. خوستکار، اسپانیا. یکی دیگر از زیباترین نقاط دنیا خوستکار است که در اندلس اسپانیا واقع شده و اگر راستش را بخواهید اسم آن هم به خاطر بدیع بودن و هم به دلیل زیباییش در این فهرست آمده. در سال 2011 کل روستا به عنوان بخشی از تبلیغات فیلم اسمورف ها با آبی روشن رنگ شد و ساکنان منطقه که از این رنگ خوششان آمده بود از آن زمان به بعد نمای آبی را حفظ کردند. زندگی در دهکده اسمورف ها هنوز هم مثل همه سالهای قبل راحت و پرآرامش است. بنابراین جای فوق‌العاده دیگری برای زندگی است. البته به شرط اینکه از رنگ آبی خوشتان بیاید. شماره 1. کلمار، فرانسه. گفتن اینکه کلمار در فرانسه جای زیبایی برای زندگی است، حق مطلب را ادا نمی‌کند. این شهر با راه آب‌های زیبا، خیابان‌های سنگفرش و ساختمان‌های نیمه چوبی‌اش باعث می‌شود احساس کنید که پا به یکی از داستان‌های قرون وسطا گذاشته‌اید. در کلمار گردشگران را می‌بینید که با دهان باز و شگفت‌زده به اطراف نگاه می‌کنند. بنابراین تصور کنید هر روز صبح بیدار شدن در چنین شهر زیبایی چه حسی دارد. امیدوارم از این گشت گذر لذت برده باشید. یا اگر ایده های جدیدی برای برنامه‌های آینده دارید برای ما کامنت کنید. سابسکرایب یادتون